فعالان حقوق قزاقستان مراسم یادبود دومین سالگرد تعقیب گردهمایی‌های اعتراضی شهر قزاقی ژناوزن را در قلمرو قرقیزستان همسایه دایر نمودند. آنها در نزد سفارت قزاقستان در بیشکک معلومات درباره حوادث 16 دکبر سال 2011 را بر رهگذرها تقسیم نمودند. به قبل آنها هنگام پراکنده نمودن اعتراض کارگران ساحه نفت، پلیس به خشونت بی حد و اندازه راه داده بود. همین گونه در کیف مخالفین حکومت با دادستان کل اوکراین واخورده از او طلب کردند مسئولان تعقیب گردهمایی طرفداران اتحادیه اروپا را که ماه روان به وقوع پیوست به جوابگری کشد. در کوچه های پایتخت اوکراین گردهمایی شبانه روزی طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا ادامه دارد. آنها می‌خواهند حکومت این کشور قرار خودداری از همپیمانی با اتحادیه اروپا را بازنگری نماید. در جمهوری تاتارستان روسیه ده‌ها پیرو سازمان جوانان تاتار به طرفداری از گردهمایی جانبداران اوکراینی اتحاد با اروپا راهپیمایی نمودند. آنها با شعارهای ها به اروپا و نست باد گولگ ابراز داشتند که اعتراضگران اوکراینی مخالف کمبغلی و خودسری فعلی مقامداران این کشور بوده از حاکمیت قانون پشتیبانی میکنند. در پشاور پاکستان بمب کنار راه یک افسر بلندپایه گروه خنثی‌سازی مواد ترکنده و 3 همراه او را به قتل رساند. سابقه‌دار گروه خنثی‌سازی مواد ترکنده عبدالحق همراه با 3 افسر دیگری گروهش به عملیات بی‌ضرر نمودن مواد ترکنده دعوت شده بود، ولی ماشین آنها با مینه برخورد که از دور رهبری میشد. در باغ حیوانات پایتخت گرجستان 4 شیر نادر سفید به دنیا آمده است. شیرهای نوزاد را از مادرشان جدا کردند زیرا او شیر کافی برای تغذیه همه آنها را ندارد. شیرهای سفید اساساً در باغ‌های حیوانات و پرورشگاه‌ها به دنیا می آیند.